قصه های شیخ عطار. آب تازه، آب نو. مرغ همسایه قاز نیست، مرغ است. روزی بود، روزگاری بود. یک مرد سقا بود و کارش این بود که هر روز مشک خود را به دوش بیاندازد و از سر چشمه برای مردم آب ببرد. یک جام کوچک هم همراه داشت که اگر در میان راه کسی آب خواست به مردم آب بدهد. یک روز وقتی مشک را پر از آب کرده بود و از راهی میرفت، رسید به یک سقای دیگر که از راه دیگری میرفت. سقای اولی سقای دومی را صدا زد و گفت: یک قدری از آن آب به من بده بخورم. سقای دومی گفت: مگر عقلت کم است؟ خودت سقای آب داری، بریز بخور. سقای اولی گفت: درست است که خودم آب دارم، ولی من از بس این آب را خوردم دیگر دلم از این آب گرفته است. حالم تشنم و میخوام آب تازه بخورم. چیزهای تازه و نو صفای دیگری دارد. سقای دوم پرسید: مگر تو از کجا میایی؟ آب را کجا میبری؟ سقای اول گفت: از سر چشمه میایم. آب را به آشپزخانه کدخدا میبرم. سقای دوم گفت: پس اشتباه میکنی و هر چیزی که به نظر تو تازه است صفای دیگری ندارد. صفای دیگر چیزی دارد که نداشته باشی و با آن محتاج باشی. دلت هم از آب نگرفته است. شاید مزه آب را نمیفهمی. شاید جامی که با آن آب میخوری پاکیزه نیست. شاید گرسنه باشی. شاید تنبل باشی و شاید از سقایی خسته شده باشی و دلت بهانه میگیرد، اما تشنه نیستی. بقیده من کسی که خودش آب سرچشمه را دارد و از دیگران آب می‌خواهد اصلاً معنی آب را نمی‌داند و هوس‌بازی را با تشنگی عوضی گرفته است. سقای اول گفت: این چه حرفی است که میزنی؟ هر کسی از چیزهای تازه خوشش میآید. مردم در خوراک هم همیشه یک چیز را نمیخورند. آنکه هر روز آبگوش دارد گاهی پلو میخورد. آنکه هر روز پلو میپزد آبگوش را هم هوس میکند. سقای دوم گفت: پلو و آبگوشت دو چیز است. آنکه خوراکش را عوض می کند به خوراک تازه احتیاج دارد. اما آب است. آب مشک من هم شربت که نیست، همان آب است. روانتر هم نیست، خیستر هم نیست، ولی آبی است که به درد کار خودم می خورد. تو مثل آدم هایی میمانی که به خودشان شک دارند و خیال می کنند هرچه در دست دیگران است خوبتر است و هر روز میخواهند همرنگ دیگران شوند و از اینکه خودشان باشند خجالت میکشند. بله، تغییر آب و هوا خوشایند است، ولی نوع تازه چیزی است که دردی را دوا کند و خودت نداشته باشی. سقای اولی گفت: حالا دیدی؟ من از تو یک پیاله آب خواستم و تو اینقدر فلسفه میبافی. سقای دوم گفت: من دلم به حال تو می سوزد که دردی داری، اما درد خودت را نمی شناسی. درد تو تشنگی نیست. تشنگی آدم را به آب رهبری می کند و تو آب داری و از تشنگی می نالی. ببینم آیا وقتی می خواهی آب را در جام بریزی بازویت درد نمی گیرد؟ سقای اولی گفت: چرا بازویم درد می کند. همیشه برای برداشتن و ریختن آب از درد بازو رنج می کشم. سقای دوم گفت: نگفتم؟ پس معلوم شد که تشنه هستی، اما سقایی به درد تو نمیخورد. این که خیال میکنی آب من تازه و نو است اثر درد بازوست. باید بروی درد بازویت را علاج کنی. کسی که بیمار است از همه چیز بهانه میگیرد و خیال میکند ماست هم باید سیاه باشد، تخم مرغ هم باید 4 گوش باشد و همه اندازه ها باید به هم بخورد. سقای اولی گفت: راست میگویی، آب عیبی ندارد، ولی خودم خستم و تنبلم. حالا یک پیاله آب به من میدهی یا نه؟ سقای دوم جام او را گرفت و پر از آب کرد و به دستش داد. او هم خورد و گفت: با همه اینها که گفتین آب شیرین تر بود، خیلی هم به دهنم مزه کرد. سقای دوم گفت: همان است که گفتم، اگر بروی و درد بازویت را علاج کنی دیگر اینطور خیال نمی کنی. حالا چون از سقایی عاجزی به آب تهمت میزنی، خیال میکنی که از تازگی آب من لذت میبری، در حالی که تو از سرچشمه آب آورده یا به خانه کدخدا میبری.
اما این آب رو من از حوض خانه کدخدا آوردم، برای گاو و گوسفند میبرم. آبی که ما خودمان میخوریم از همان سرچشمه شما برمیداریم. سقای اولی گفت: پس عجب آدم بدی هستی که از اولین را نگفتی. سقای دوم گفت: حالا که هوشیارت کردم این حرف را میزنی، وگرنه همین حالا میگفتی که این آب بهتر است. تا حالا از آب سرچشمه بهانه میگرفتی، حالا از من بهانه میگیری. آدم خسته و بیمار همیشه بهانه میگیرد. نه برادر، برو و قدر آنچه را داری بدان. آب سرچشمه گناهی ندارد. تو آب شناس نیستی و تو سقا نیستی. قصه های شیخ عطار دیوانه نیسوار. شأن خود را حفظ کنیم. روزی بود روزگاری بود. یک روز مردم دیدند یک نفر بر یک نی بلند سوار شده، با یک دستش نی را گرفت و با دست دیگرش یک شلاق و مانند کسی که سوار بر اسب باشد در میدان بازی می دود و بر می جهد و فرو می جهد و می خندد و خوشحالی می کند و گاه با شلاق بر اسبش می زند و آن را هی می کند و بیان که اعتنای مردم داشته باشد می رود و می آید و بچه ها او را از دور به یکدیگر نشان می دهند و می گویند دیوانه است، دیوانه است. مردم این مرد را باز هم دیده بودند که در کوچه رفت و آمد داشت و با کسی حرفی نداشت و سر به راه و سر به زیر بود و همه او را یک آدم عادی می دانستند. ولی آن روز همه گفتند که بیچاره دیوانه شده است. وقتی دیوانه نیسوار چند بار میدان را دور زد و به کار خودش مشغول بود، پیرمردی که از آنجا می‌گذشت او را صدا زد و از او پرسید: هیچ معلوم هست که داری چه کار می‌کنی؟ دیوانه گفت: البته که معلوم است، می‌بینی که دارم اسب سواری می‌کنم. مرد گفت: اسب؟ کو اسب؟ این که اسب نیست، نی است. دیوانه گفت: نی است یا اسب است؟ مگر با تو کاری دارد یا برای تو ضرری دارد که در کار من دخالت می‌کنی؟ مرد گفت: نه خیر، برای کسی ضرر ندارد. اگر ضرر داشت که میرفتم و از تو شکایت میکردم. ولی آخر این کاری که تو میکنی به کار عاقلان نمیماند. یک کار مسخره است، یک دیوانگی است. یک آدم عاقل هیچ وقت این کار را نمیکند. میخواستم همین را به تو یادآوری کنم. دیوانه پرسید: ببینم آدم عاقل چه کار میکند که مسخره نیست و عاقلانه است؟ مرد گفت: معلوم است دیگر، آدم عاقل به وظیفه‌اش عمل می کند، کار می کند، کار مفید و با کارش زندگیش را اداره می کند. قدری هم استراحت می کند، قدری هم عبادت می کند، قدری هم مطالعه می کند و از این چیزها. دیوانه گفت: بسیار خوب، آدم عاقل وقتی همه این کارها را کرد و کارش، زندگیش، خانه‌اش، عبادتش، خوابش، مطالعه‌اش، وظیفه‌اش، همه چیزش را رو به راه کرد، آیا هیچ وقت حق ندارد قدری گردش کند یا در میدان بازی کند یا بخندد یا خودش را به چیزی مشغول کند و مثلا برای خودش تفریح کند؟ مرد گفت: چرا؟ وقتی کسی تمام کارهای واجب و لازمش را درست کرد، برای خودش هم حق دارد که قدری از وقتش را صرف تفریح کند، مثلا ورزش کند، شطرنج بزند، نقاشی کند، بازی کند، گردش کند و هزار چیز دیگر. ولی همه اینها باید بی ضرر باشد و عاقلانه باشد. دیوانه گفت: باز گفتی عاقلانه؟ ببینم اگر کسی اسب سواری رو دوست داشته باشد و در محلی که مزاحم کسی نیست سوار اسب شود و خوشحال باشد و بخندد، آیا عیبی دارد؟ مرد گفت: نه خیر، عیبی ندارد. اسب سواری هم وقتی کسی دوست داشته باشد نوعی ورزش است و تفریح است، ولی آخر اسب سواری با نی سواری فرق دارد. دیوانه گفت: چه فرقی دارد؟ مرد گفت: عجب گیری افتادی ما، اسب سواری با نی سواری فرقی ندارد؟ این چه حرفی است که میزنی؟ مگر دیوانه شده ای؟ دیوانه گفت: هیچ هم دیوانه نیستم. به نظر من اسب سواری با نی سواری هیچ فرقی ندارد. من میدانم که اگر هم بر اسب سوار بودم دیگر بیش از این که هستم خوشحال نبودم. آیا تو بخیل هستی که من خوشحال باشم؟ مرد گفت: نه، من بخیل نیستم، خوشحال باش. ولی چرا به جای اسب بر نی سوار شوی که مردم تو را دیوانه حساب کنند؟ دیوانه گفت:
والا اینش دیگر تقصیر من نیست. کسی که مرا دیوانه حساب می کند یا خودش اسب دارد یا اسب سواری را دوست ندارد و می خواهد با مسخره کردن من خودش را عاقل‌تر جلوه دهد. من میدانم که دلم میخواهد اسب سواری کنم، اما اسب ندارم. دلم را به این نی سواری خوش کردم. این کار هم برای هیچ کس ضرری ندارد. اگر می آمدم پشت دیوار خانه تو می دویدم می توانستی اعتراض کنی، ولی اینجا میدان بازی است. من هم خوشحالم. آنها هم که مرا تماشا می کنند از نی سواری من بیش از تماشای یک اسب خوشحالند. پس دیگر هیچ دلیلی ندارد که بروم قصه بخورم چرا اسب ندارم. من تمام کارهای واجب و لازم را رو به راه کردم و حالا نیم ساعت وقت پیدا کردم که برای خودم شادی کنم. اسب سواری مرا شاد می کند. اسب من هم همین نی است. دیوانه هم کسی است که نان خودش را می خورد و زحمت می کشد تا مرا از خوشحالیم محروم کند. تو اگر کاری عاقلانه تر سراغ داری برو همان کار را بکن که دیوانه نباشی. دیوانه این را گفت و اسبش را هی کرد و خرم و خوشحال به راه خود رفت. و آن وقت مرد عاقل با خود گفت بیچاره دیوانه است. دوستان عزیز، از اینکه تا انتهای داستان با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. برای شنیدن داستان‌های بیشتر با ما همراه باشید و با لایک و نظراتتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. با سپاس.